بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روزهایی که متعلق به اهل بیت هست، به خصوص روزهایی که تعلق بیشتری به اونها داره و باز به ویژه ایام اعیاد و عید سعید قدیر، حیفه که آدم جمعی از علاقمندان و محبین اون وجود مبارک رو ببینه و چند کلامی رو در مناقب و فضائل اون بزرگوار صحبت نکنه. بحث امروزمون رو با اجازه دوستان به چند فرازی از کمالات امیر مومنان اختصاص میدیم و از روح بلند اون بزرگوار مدد میطلبیم برای امروز و فردای خودمون، برای زندگی خودمون، برای فرزندان خودمون، که انشاءالله منشأ اثر باشه و منشأ تأثیر باشه در زندگی همه ما. یکی از بحث‌های مهم در مباحث عرفان اسلامی بحث انسان کامله. انسان کامل از دیدگاه عرفا اون آینه تمام نمایی است که هم از ملک تا ملکوت رو در خودش تجلی میده، هم در تمام کائنات منشأ اثره. مانند یک گوهر نایاب در میانه هستی است که یک وجهه حقی داره، یک وجهه خلقی داره و همه رو در خودش جمع کرده. واقعیت اینه که هرچه انسان مطالعه بیشتر بکنه به این نکته بیشتر پی میبره که یکی از مصادیق این مورد، یا بگیم بعد از وجود مبارک پیامبر اتم مصادیقش وجود مبارک امیرالمومنین، این که تلاش کنیم در خدمت اونها باشیم خودش یک سعادتی است. گفت ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرد هر آن که خدمت جان جهان نما بکند. این در خدمت بودن، تلاش کردن، گام زدن در این مسیر هم ارزشمنده. امیرالمومنین از ویژگی‌هایی است که در رابطه با اون بزرگوار گفتن جمعت فیه الازداد. درباره زندگی امیرالمومنین هرچه مطالعه کنید می‌بینید که صفت‌های متضادی در اون جمع. از طرفی شجاعت امیرالمومنین خب زبان زد خاص و عامه. در جنگ جمل محمد حنفیه میگه پهلوانی محمد حنفیه کسی است که وقتی قرار میشه مبارزه المپیکی بین روم و عرب برگزار بشه، کسی که تصمیم میگیرن به عنوان قهرمان کشتی معرفی کنند محمد حنفیه است. پهلوانانی از روم اومده بودن به عراق، تصمیم داشتن یه مسابقه‌ای برگزار کنن، از طرف عرب او معرفی میشه.
در جنگ جمل خودش نقل میکنه، میگه پرچم رو پدرم داد به من که یه جاهایش هم سخت میشه. میگه رو هم میکنه یه موقعی هم به امیرالمومنین میگه خب این حسنه اینم بفرست اینها هم بیان جلو، چون امیرالمومنین دو جا تشربش میزنه. امیرالمومنین یه جمله لطیفی داره، میگه تو بچه من، اینا بچه پیغمبرن. محمد حنفیه با این ویژگی تو جنگ جمل میگه به جایی رسیدم که شدت نیزه ها، شدت شمشیرها به گونه‌ای بود که طرف شتر نمیشد رفت. یه لحظه دیدم از پشت یه نفر این پرچم رو از دست من گرفت، این شط جمعیتی رو شکاف. نگاه کردم دیدم بابام علی. این ویژگیش در سن 60 و چند سالگی. ویژگی دیگه این بزرگوار نگاه بکنید در زندگی، زهد امیرالمومنین. زهد امیرالمومنین کسی که چه در دوره خلافتش چه قبلش توانایی همه چی داره، در زندگی شخصی چگونه زندگی میکنه. یکی دیگه از ویژگی های این بزرگوار که اون گوهر ناب علوی رو نشون میده، بحث صبر امیرالمومنین. ما واقعیت اینه که هرچه نگاه بکنیم این زندگی علوی از حیث صبر بی‌نظیره. البته من فکر میکنم این صبر رو امیرالمومنین تو خونه پیغمبر یاد گرفته. پیغمبر خیلی در زندگیش اذیت شده، ولی صبر کرد. اون قصه های آغازین روزهای زندگی پیامبر رو کمتر نقل کردن. واقعا انسان رو به لرزه در میاره. میگه در مسجد الحرام میرفت نماز میخوند، میومدن همین افراد پاشو میذاشت رو گردن پیامبر، فشار میداد به گونه‌ای که صورت پیامبر به سنگ این کف میچسبید، بلند نمیشد. داره میگه صدای ترق ترق استخوان‌ها رو میشنیدم. در اثر فشاری که آوردن، 2 تا از دخترای پیامبر یا حالا دخترای خدیجه که در خانه پیامبر بودن، شوهراشون ولشون کردن، طلاق دادن، فرستادن خونه پدرش، اومدن پیش پیغمبر. می ایستاد، میگه انقدر آشغال میریختن سر پیامبر که بعضی وقتا میفرمود مردم همسایگی کجا رفته؟ حالا همه اینا به کنار. رفته بود بیرون، وقتی برگشت به مکه جرأت این که اصحاب پیامبر رو وارد مکه بکنن نداشتن، میکشتن پیامبر رو. آخر رفتن یک فرد عامی او در حمایت خودش گرفته و پیامبر رو تونستن وارد مکه کنن. بسیار سالهای ابتدایی پیامبر سخته. و تکون دهنده. من بعضی وقتا واقعا فکر میکنم نمیدونم به خود پیامبر سخت‌تر گذشته یا به اولادش. صبر رو امیرالمومنین در خانه پیامبر یاد گرفته. این تحمل علوی چیز کمی نیست که در
طول این 25 سال بعد از پیامبر، بعدش در دوره معاویه تحمل کردیم. میزان ارزش انسان ها هم به همین صبرشون، اینکه چه مقدار انسان ها بتونن دندون سر جگر بذارن. ارزش انسان ها به حرف های ناگفته شونه. در خطبه معروف شقشقیه که از حضرت هست، این تعبیر جالبی است که ابتداش میگه الا و تقمصها فلانون و یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر. به من کسی نمیرسه. ببینید این در اوج این مظلومیت، اما مستشار معتمدی است. برای اینکه اون اصل گم نشه سکوت میکنه. این مظلومیت امیرالمومنین واقعا چیز تکان دهنده است. میگیم خودمون خیلی این دردآوره که نزدیکترین فرد به پیامبر متهم میشه وقتی میکشنش که نماز نمیخونه. حالا جدای از اون حوادثی که برای صدیقه طاهره اتفاق افتاده که خب تکان دهنده تره، این جمع ازداد در ویژگی امیرالمومنین او رو به یک نقطه‌ای رسونده که خب 1400 ساله میبینیم همه در مقابل او خضوع داریم. هر کسی در سلسله های صوفیه وارد میشه که غرضش اینه که وارد مسیر یک نوعی آسایش درون بشه، یک نوع تصفیه روح بشه، این سلسله رو به او میرسونه، این مسیر رو به او میرسونه. در حوزه توانمندی علمی کدوم مکتب خونه یاد گرفته؟ این نهج البلاغه‌ای که سید رضی جمع کرده، این یک قسمت‌هایی از سخنان امیرالمومنینه. کجا یاد گرفته که این مقدار ادبش و ادبیاتش و توانمندیش از همه این رده‌ها بالاتره؟ این واقعا جز اینه که این کانون پیامبر چه مقدار منشأ اثر بوده، در این کانون پیامبر چه تأثیراتی ایجاد شده. هر کسی واقعا وارد زندگی امیرالمومنین میشه، وارد مطالعه زندگی امیرالمومنین میشه، در این جهات متحیر میشه. قصه های زیادی همینجور مرور میشه در ذهنم، میاد میره که از ویژگی های این بزرگوار نقل بکنم. یکیش خود ادب امیرالمومنین. در هر صورت این جمع صفات متعدده‌ای که در روح امیرالمومنین جمع شده، اون بزرگوار رو تبدیل به یک عنصری کرده که میشه بهش گفت انسان کامل. و این یه معجزه است. اون فضا
در اون فضای عرب جاهلی یه همچین گوهره‌ای تولید شدن خود همین معجزه است. ما به نوعی در انسان‌های دیگر هم این جمع اضداد رو می‌بینیم. این تعبیر امیرالمومنین که می‌فرماید حلک فی رجلان محب قال و مبغض قال، این به خاطر اینه که این رو اگر کانون جمع اضداد رو یک وجهی بهش نگاه بکنید گمراه میشید. به این آینه تمام نوا نباید یک وجهی نگاه بکنید. یه بحثی رو سابقا خدمت برخی از دوستان داشتیم، بحث نگاه کاریکاتوری، اینکه شما یک چیزهایی رو نبینید، یک بعد شخصیت کسی رو ببینید، یک بعد شخصیت طرف رو نبینید. کاریکاتور فرقش با واقعیت اینه که اگر مثلا در واقعیت حد بینی شما 1/4 صورتتونه، اینو تبدیل میکنه به 1/2، اندازه ها رو کم و زیاد میکنه. کاریکاتور شما کاریکاتور شماست، شمایی اما شما نیستی، صورت مسخره ای از شماست. باید این رو همیشه حواسمون جمع باشه که نگاهمون به این کسانی که به خصوص جمع اضداد هستند کاریکاتوری نباشه، کاریکاتوری نباشه. اول از همه البته به خودمون ظلم کردیم. یکی از جلوه های امیرالمومنین که ما در روزگار خودمون دیدیم و ازش بهره بردیم امام بزرگوار ماست. امام بزرگوارمون هم یک همچین جمع اضدادی در وجودشه. البته هر کس واقعا امام رو تحلیل میکنه یک چندین بعد رو نمیتونه نبینه. اولش این که امام یک مرجع تقلیده، یک کسی است که اگر وارد حوزه های دیگری میشود به خاطر دینداری است. درد اول امام درد دینی است. اگر حتی انقلاب میکنه به خاطر دینداری مردم. لذا همه باید تو زندگی به این متنبه باشیم که نمیشه امام رو تحلیل کرد و این بعد امام رو به عنوان یک بعد پررنگ مد نظر قرار نداد. تقید اون بزرگوار رو ما در زندگی شخصیشون در طول عمر مبارکشون به جزئی ترین مسائل دینی، چه ظواهر دینی چه بواطن دینی، که امام خودش نگاه کاریکاتوری به دین نمی‌کرد، اینه. نمیشد جلو امام ظواهر دینی رو کنار گذاشت، نمیشد اخلاق دینی رو رعایت نکرد. خیلی وقتا ما نسبت به یک ظاهر دینی برمی آشوبیم، اما وقتی کسی جلومون غیبت میکنه هیچیمون نیست. حالا وای به حال اینکه خودمون تهمت بزنیم، خودمون دروغ بگیم، خودمون بد دیگران رو بخواهیم. اگر کسی جلوی امام غیبت میکرد ایشون پا میشد یا نهی میکرد. از اون ورم نمیشد ظواهر دینی رو هم مقابل امام رعایت نکرد. چون بعضی وقتا همونطور که یک عده گرفتار ظواهر میشن، یه عده یهو میگن آقا مسائل اخلاقی باشه، اون ظواهر شرعی رو کنار میذارن. واقعا
توجه بسیار بسیار ویژه‌ای که امام در زندگیشون به بحث حجاب داشتند، به بحث اختلاط نامحرم داشتند. ما در زندگی وقتی پسرها، نوه‌های پسری به سن بلوغ میرسیدن، امام اصلا منع میکردن، نمیذاشتن نوه‌های پسری نوه دختری سر یک سفره بنشینن. این تقیدات بسیار سنگینی که به ظواهر دینی داشتن، میشه کسی تحلیل کنه امام رو و این تقید دینی امام رو به مسائل ظاهری نبینه؟ یا در بحث موسیقی، صدایشون شبها رادیو بی بی سی گوش میکردن، به محض این که این صدای موسیقی از این رادیو بلند میشد رادیو رو قطع میکردن. اما در بند ظواهر نموندند. مهم اینه گوهر دین از دست نرفت که به ظاهر بسنده کنیم. همین امام میفرماید که بیان احکام دین، نجات دین فدایی میخواد. فدایی از کی میخواد؟ فدایی از مقدسین میخواد. همین امام فرمود من خون دلی که از مقدسین خوردم از هیچ کسی نخوردم. در همین فیضیه که من و شما امروز داریم صحبت میکنیم، ظرف پسر امام رو آب کشیدن. راه دوری نرفته. اگر پیامبر رو سر رو میذاشتن فشار میدادن، این اتفاقات برای امام افتاده. یکی دیگه از ابعاد امام که نمیشه ازش کنارش گذشت، بحث حق و ناسه، بحث حقوق مردمه. زندگی امام آمیخته به احترام به این حقوق مردمه. اینکه ایشون برای مردم حق سرنوشت قائله، این نیست مگر این توجه به این که مردم آزاد آفریده شدن، تصمیماتشون رو میگیرن. دقت کنید بین چند مسئله بعضا خلط میشه. یکی که مردم حق اشتباه دارن، نه هیچ کسی حق اشتباه نداره. اما یکی این که خودشون حق انتخاب دارن. یکی دیگه از بحثایی که در زندگی امام باید حتما بهش توجه بکنیم، هر کسی میخواد تحلیل بکنه، بحث توجه به عزت اسلامی است. عزت اسلامی یکی از اموری است که به عزت مسلمان‌ها بسیار نکته مهمی است، باید بهش توجه بکنن. همه باید بهش توجه بکنن. این جوهره شعار کلیدی انقلاب، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یک شمایی است از اون کلیت اون اهداف و اون امامی که باید بشناسیم. استقلال یعنی این که ما نباید، استقلال به این معنا نیست که شما بگید داره چیزی وارد نشه همه چی باید خودمون تولید کنیم. معنا اینه که نباید ذلیل ارتباطاتی بشیم، ولی به معنای این نیست که مصلحت رو کنار بذاریم. آزادی مردم معنای این که حق و ناسه و اسلام به عنوان عمده مسئله است. اگر دین نبود اصلا امام ورود به عرصه اینها نمی‌کرد. این رو چون هممون در این جرگه هستیم عرض میکنم، اگر هم ما به عنوان کسانی که انشاءالله سربازان امام زمان هستیم، اگر اون بزرگوار قبول بکنه، اگر هم چیزی میگوییم باید حواسمون باشه اینا همه در راستای تقویت دین مردم باشه، تقویت فرهنگ دینی مردم باشه. برگردیم به امیر مومنان که فردا متعلق به اون بزرگواره. زندگی علی در خانواده پیامبر، در خانه پیامبر، منشأی است برای اینکه این بزرگوار
یک ازداد و صفات بسیار مختلفی رو در وجود خودش جمع کنه، از شجاعت و حمیت تا مظلومیت و صبر. نه او باعث شد که علی وقتی که باید صبر کنه صبر نکنه، و نه صبرش ناشی از یک ضعف بود. همه اینها درش بود. خداوند انشاءالله ما رو متمسک به ولایت امیرالمومنین قرار بده، ما رو در زندگی با ولایت او عجین کن، ما رو بر خوان رحمت و کرامت او بزرگ شدیم انشاءالله تا آخر هم در همین خان و خانواده قرار بده. انشاءالله بر همه دوستان عید مبارک باشه.